برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. هفته گذشته در موضوع اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با شما یک صحبت مختصری داشتیم و برای شما وعده دادیم که انشاءالله صحبت از جایی که قطع کرده بودیم 2 سال قبل از این در مناقب حضرت عمر و شهید گشتن آن حضرت رضی الله عنه از همونجا شروع میکنیم. یاد داشته باشید ما گفتیم که حضرت عمر در مدت 10 سالی که خلافت راند 2 دولت ابرقدرت دور را به خاک یکسان نمود. یکی را کلن پره تارمار ساخت، دیگری را به زانوی تذلل و ذلت نشاند، اکثر ملک ممالک از دستش ستاند. او دولتی را که پره تارمار شده بود دولت فارس بود، دولت ایران، که بین بعد دیگر نامش از تاریخ بشر نابود شد. همچه دولت موجودیت خودش قطع کرد و او دولتی که بسیار ذلیل خوار گشت، اکثر کل سرزمین هاش از جانب مسلمانان ضبط گردید و اکثر کل مردم مسلمان شدن، این دولت روم بود که اگر شهر قسطنطینیه و اطراف نواحی او را صرف نظر کنیم دیگه تمام ممالکش به دست مسلمانان گذشته بود، روم شرقی. از این خاطر دشمنای حضرت عمر به نهایت زیاد بودن. عاقبت الامر جوان مردانه که به مقابل این شیرمرد مبارزه برده نمیتونستند، با حیله و مکر نیرنگ ها توسط یک سوءقصد حضرت عمر به شهادت رساندند. در عین جوش و خروش جوان مردیش در زمانی که الحمدلله به تنهایی هم دولت اداره میکرد، هم امور دینی، هم امور دنیوی، حتی امور جنایی و امثال اینا را به تنهایی به دوش گرفته بود. وقتی که حضرت زخم خورد به نزدش آمدند صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت مولانا را پیش بیاره، بذار پیش بیاره. صحابگان نزدش آمدند و گفتند یا عمر ایار پیامبر صلی الله علیه و سلم، همچنانه که ابوبکر صدیق تو را امیر مؤمنان تعیین کرد، سرور مسلمانان تعیین کرد، تو نیز شخصی را به جای خود برگزین، زیرا خوف خطر آن است که در میان مسلمانان فتنه و آشوب ها برپا می گردد و این دولت عظیم و پرقدرت به حصه ها تقسیم می گردد. اما حضرت عمر گفت من مدت 10 سال تمام مسئولیت ای امت برداشت گرفته بودم، نمیخواهم که مسئول ای امت بعد مردن من باشم. اگر بالفرض من یک شخص نالایق توصیه کنم، اگر جنایات کرد منم در جرم او شریک خواهم بود. آل عمر براشو گفت همین مقدار کافی است که من مدت 10 سال امیری مسلمانان را کردم، میخواهم کلی مسئولیت را از ذمه خود واگذارم و سبکدوش گشته و سفر آخرت اختیار کنم. باز آمدن چند ایستادن، باز به طاقت گشتن نزدش آمدن، گفتن یا امیر المؤمنین تو میدانی که چی مقدار فتنه‌گرا زیاد هستند، دشمنان آشکار و نهانی مسلمانان به نهایت زیاد هستند، اگر کسی را تعیین نکنی میترسیم، خوف میبریم که مبادا برای وظیفه و منصب در میان اصحاب گرامی پیامبر یگان فتنه دشمنان برپا کنند. حضرت عمر هم احساس کرد که تا کدام درجه مسئله نازک است. از این خاطر نام 6 نفر گرفت که گفت بعضی ها شاید نسبت بعضی هاش فضیلت دارد، اما همه 6 نفر عظیمترین رجال سیاسی و دینی مسلمانان امروز هستند. بگذار همه 6 نفر از میان خود یکی را خلیفه انتخاب کنند. در این میان بدن حضرت عثمان،
عثمان ابن عفان رضی الله عنه، حضرت علی ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله و سعد ابن ابی وقاص. حضرت نام 6 نفر را گرفت. بگذار گویم 6 نفر مصلحت کنند به یک قرار بیایند و یکی را از این جوان مردای سیته خلیفه مسلمانان تعیین کنند. من مشکلی میکشم گفت که نام یک نفر را بیان کنم. حضرت عمر از دیدگاه خودش نظر میانداخت، همون مسئولیتایی را که به دوش گرفته بود از همون جنبه که نظر انداخت. واقعا مثل عمر دیگه کسی وجود نداشت در خلافت. به فضل عمر، به جسارت، به غیرت عمر دیگه کسی موجود نبود. گفت اگر ابو عبیده زنده میشد ابو عبیده جراح تعیین میکردم. اما این 6 نفر هر کدامش فضایلی بزرگی دارند، هر کدامش لایق خلافت مسلمانان هستند. بگذار یک نفر بهترینش انتخاب شود و امر کرد تا اینکه این 6 نفر را جمع بیارید، مصاحبه کنند، سر یک قرار بیایند در مدت 3 روز باید یک خلیفه برای مسلمانان تعیین کنند. و حضرت جان به جان آفرین سپرد، تمام مسئولیت ها را از ایمش ساقط کرده و راه و طریق به سوی رفیق اعلا را جسته و به دوستان خیش به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق در پیوست. آخرین خواهشی که داشت فرزندش عبدالله را به نزد ام المؤمنین بیبی عایشه فرستاد و التماس کرد. گفت یا عایشه، من میدانم که خانه توست، منزل تو است، مالکیت شخصی است، اما اگر علاج امکان باشد اجازه ده تا مرا در پهلوی رفیقام گرانم. بیبی عایشه گفت راستی که من همین موضوع را برای خودم گذاشته بودم که وقتی مردم در همینجا خاک شوم، اما عمر دوست محمد صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه را بیان میکرد میگفت ذهبت انا و ابوبکر و عمر، جئت انا و ابوبکر و عمر، دخلت انا و ابوبکر و عمر. رفتیم میگم من و ابوبکر و عمر، آمدیم من و ابوبکر و عمر، داخل شدیم من و ابوبکر و عمر، خارج گشتیم من و ابوبکر و عمر. عمر مثل وزیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، از همین خاطر اجازتش داد. وقتی اومدن نزد حضرت عمر این شادیانه را دادن، حمد خدا را به جا آورد و به یک آسانی و سهولت جان داد، شهید شد و درباری دوستاش درباری رفیقاش گور کرده شد. امروز حاجیای ما وقتی که میروند و روضه شریفه را زیارت میکنند، همچنین حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر دو یار پیامبر صلی الله علیه و سلم که از فاید پاش گرانده شدگان، اونا را هم زیارت میکنند، عرض سپاس و سلام میکنند. بعدا برای خلافت بعض نزاع‌ها شد. واقعا در کتاب‌های تاریخ سفسطه‌های زیاد هم آمده است، خاصتا تاریخ طبری که بسیار مفصلش گرفته است، محمد ابن جریر طبری. از این خاطر وقت شخصی که از حقیقت با خبر نیست چنین تاریخ را میخواند به شک و شبهه میافتد. از برای آنکه کسی به شک و شبهه نافتد، از همه سند دقیق ترین برات میارم از صحیح بخاری که امام بخاری در صحیح خود که صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم الشان می باشد روایت کرده است، چین و انتخاب خلیفه شد تا اینکه در قلب هیچ کس شک و شبهه نمونه، تا اینکه به همین تمام شک و شبهه را رفع کنیم. دقیق ترین سند انشاءالله به عرض تو میرسونم. امام بخاری روایت میکند از عمرو ابن میمون، یکی از بزرگای تابعی، یکی از صحابه های پیغمبر، صحابی است، میگوید لما فرغ من دفن عمر بن الخطاب رضی الله عنه اجتمع هؤلاء رهط، یعنی عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و الزبیر بن العوام و طلحة بن عبید الله
وقتی میگوید مسلمانان از دفن حضرت عمر فارغ شدند، حضرت بردن در خاک ماندن، همه 6 نفر اجتماع کردند، جمع اومدن در خانه. این نامو را من تکرار کرده بودم، باز یک بار دیگه در ضمن همین حدیثم برای تو گفتم. فقال عبدالرحمن اجعلوا امرکم الی 3 منکم. عبدالرحمن ابن عوف مراجعت کرد، وقتی که دید با سر یک عمل نمیآیند، وقتی دید سر صداها بلند شد، هر کس آرزوی خلیفه شدن داشت است در دلش، هیچ کس نمیخواهد که جای او کسی دیگر شود. حتی از سر صداها ابو طلحه انصاری و رفقاش که حضرت عمر گماشته بود که اینا را پاسبانی کنه تا کسی به مجلس رو خلل نرسن، داخل خانه شدن که چی گپ است. حتی ابو طلحه گفت ما گمان میکردیم که شما از ترس خدا یگان تد این وظیفه و مسئولیت به عهده نمیگیرید. این چی گپ است که در سر صدا تو بلند شده است؟ یک نفر را انتخاب کنی، خلیفه باید یک نفر باشد. از این خاطر حضرت عبدالرحمن ابن عوف مراجعت کرد، گفت گوش کده، این 6 نفر زیادیم، بیایید 3 نفر اول انتخاب کنیم که از بحری حقش میگذره و حقش در یکمون برادر دیگرش میده. حضرت زبیر ابن عوام خست، گفت قد جعلت امری الی علی. گفت من حق خدمت به علی بخشیدم، من دعوا ندارم، آواز ما در علی دادم. حضرت طلحه ابن عبیدالله قائم شد، گفت قد جعلت امری الی عثمان، من حق ما به عثمان دادم. در همیشه اندک اختلاف است، زیرا در حدیث صحیح اومده است که وقتی حضرت عمر زخم خورد و وصیت به شورا کرد که 6 نفر انتخاب شوند، نام طلحه را برد در صورتی که حضرت طلحه ابن عبیدالله در سفر بود، در مدینه منوره نبود. اما در اینجا در متن حدیث اومده است که طلحه میگه که من حق خدمت به عثمان بخشیدم. از این خاطر شارحای بخاری، ابن حجر عسقلانی، علامه بدرالدین عینی در شرحهای بزرگترین بخاری آوردند که از سیاق کلام برمی آید که حضرت طلحه واقعا در وقت وصیت حضرت عمر به شورا شرکت نداشت، وقتی که حضرت عمر زخم خورده بود، اما وقتی شورا به آمد رسید، خاصتا امروز 3 بود حضرت طلحه. و قال سعد بن ابی وقاص قد جعلت امری الی عبدالرحمن. سعد بن ابی وقاص گفت من حق خدمت در عبدالرحمن ابن عوف دادم. 3 نفر ماندن، 3 نفر ای حق شو گذاشتن. باز عبدالرحمن ابن عوف که واقعا بسیار زیرک بود، دانشمند بود، ثروتمندترین اصحاب پیامبر بود. ما و شما خوب میدونیم که آدم اگر زیرک با عقل نباشه صاحب مال و ثروت نمیشه. درست است؟ آدم بی عقل صاحب مال و ثروت شده میتونه؟ حالا میگیم که فلانی نام خودش نوشته نمیتونه، اینقدر مال و ثروت یافته است. مال و ثروت یافتن به نام نویسی و به علم دانش کار ندارد، به عقل کار دارد. عقل از دانش از علم فرق میکنه. وقتی که همون کوفیشنت عقلش بالا شد ثروتمند میشه. عادتا همین تاجرها ثروتمندا کسایی هستند که عقلشون بالاتره، زیادتره. رحمتی پدرمو خدا رحمتش کنه یک مثل میزد، یک مثل میگفت، تمثیل، که یک مرد در کدام مملکت زندگی میکرده است، بیچاره فقیر و کمبغل بود است، بسیار تحقیرش میکردیان، مسخره. وقتی که آدم کمبغل و فقیر باشد، با اندک ساده لو باشد، متاسفانه بعضی مردم مغرور ابله با او را تحقیر میکنند، استهزا میکنند، حظ شوخی‌های بی معنی با او میکنند، بسیار رنجش میتن، بعد غضبش میکنه، میگه از قهر شما را حاضر خارج میشم، میگه میرم بابای خوجای خیز را میکابم، دعای حضرت هم میگیرم، طلب میکنم که دولتم بتا صاحب دولت صاحب ثروت میشم، میگردم میام، بعد میبینم که کی را میخنده. به همین نیت ای خونش خارج میشوه، در راه میآید که راه تمام میشوه، لبی بحر میآید، قدر طرف چپ راست میروه که همه جا آب گذشته نمیتونه، بعد مستر در لب آب میماند. اگه این تمثیل است بشو، این مسئله، این حقیقت نداره، مسئله است. یک نهنگ غذای ازیدی در هم لب آب پیدا میشه، نهنگ به گفتار میاد، میگه کجا میره، چی جشته؟ میگه راستی میخوام از این بحر عبور کنم، اما آب از سری راه برآمده است، موند مستر.
نهنگ میگه در بلون بشی میگذرونمت. بعد سوار میشه و در راه اومده استیم. بعد میگه کجا میرفتی؟ نیتت کجا است؟ این شخص در جواب میگه بابای خوجای خضر اگر پیدا کنم کمتر دولت طلب کنم ای بابیم، بعد بیام در پیش دوست و دشمن اندک سیکه کنم سولت کنم، این مردم مسخره میکنن مردم دیارم. نهنگ میگه وقتی خضر دیدی، خضر علیه السلام دعا و سلام ما هم برسانه، التماس که ای بابیم بپرسش که سبب چی است که من سالهای پیش در یک روز 5-6 ساعت شکار میکردم، سیر میشیدم، باقی مانده روز استراحت میکردم، امروزش یک شبانه روز فقط در شکار هستم، هرگز سیر نمیشم، سببش چی باشه؟ چی علت باشه؟ این قبول میکنه. خوب میگه بعد خواهش خودم خواهشی تر میرسانم و میآید از بحر و طرف یک شهری بسیار کلان بوده است، شهری بزرگ، پادشاه شهر شخصی عادل، غریب نواز، هر غریبی که می در آمده است شاه شخصا خودش مهمانش میگرفته است. این بیچاره کمبغل غریب مهمان میگیرد، هر دو می نشینند، بعد طعام خوردن بعد سوالش میکنه که عزم سفری کجا داری برادر؟ بعد کیسش میکنه میخیل. پادشاه شهر میگه منم یه مشکل دارم، هیچ که در دنیا به پرابلم نیست. میگه وقتی که بابی ما دیدید التماس که همین با سوال ما یک پاسخ گوید که پدر من در یک سال 10 نفر حکم قتل، حکم اعدام داد، به حد سیاست داشت که کسی جرأت نمیکرد که فتنه انگیزد. من هر سال زیاده از 100 نفر قتل میکنم، باز در این گوشه و بعضا در گوشه دیگر مملکت شورش ها برپا میکنن، قیام میشود، بر ضدم اغوا میاندازند، سببش چی باشد؟ خوب گفت اگر دیدمش قبول میرسانم سخن احترام. قصه کوتاه میآید. یک روز در بیابان با عذاب رفته است که یک موش سفید میبینه، در پشتارش یک کلواری وزنین، مردک که خوب دست خچم میآید میگه بیا بابا یاردمت کنم، میگیره کلوارش در سری ارقام اندازه پشتاره میکنه، در راه میآیم، بعد سوالش میکنه. مسافر میپرسش که بچم کجا میره، چی نیت داری؟ بعد قصهش میکنه. وقتی قصه میکنه میگه همون خضر علیه السلام منم انشاءالله به مرادت رسیدی. خب بعد سخن او مردم هم میرسونش که همون یک ماهی بعد التماس کرد که از بابیم سوال که من اسیر نمیشم، سببش چی باشه؟ حضرت خضر میگه که وقتی که ماهی را ملاقات کردی بگو که دوای تو استعمال کردن روغنی ابلهترین احمقترین مردم، همه که خوردی انشاءالله شفا میابی، بو به همون شکل اصل اوله میگردی. بعد شاه در نزدش ذکر میکنه که همون شاه هم التجا کرد که خبری ما را برسون. سؤال شاه وقتی میگه به شاه بگو که تو زن هستی، زن، پدر تو مرد بود، از این خاطر همون 10 نفر هم که میکش سیاست داشت، تا از بس که زن هستی 1000 نفر هم که بکشه حتما شورش میشود، اگر چند مردم خبر ندارن اما تو زن هستی، آخی زن سیاست نداره. بعد این مردک بسیار شکرگزاری میکنه، روانه میشه، میگه بیای عقلت بتم، بسیار سراسیمه بد بدای دولت دادم، بیای عقلتم بتم. میگه بابی ما عقل خودم حال همین زیادی کرده است، ای بسیاری عقل به همین حال غلطی بگیم، تامی دولتم بته انشاءالله عقلم کافی است، بس است، بس آدم میکنه. گفته مردک همه عقل پیشروی دولت بیو کمتر عقل تم بتون که همون دولت محافظت کنی. گفت نه بابی تامی دولتم بته ای زیاد ایت طلب ندارم. خیلی گفت برای دولت دادیمت. آمد به شهری همون ملکه در آمد، بعد در خلوت قبولش کرد، اول پرسیش کرد که دیدی بابی ما؟ گفت دیدم. پرسیدش؟ گفت بله. چی گفت؟ گفت بابید میگه که تو زن هستی، ایمی خاطر سیاست نداری. ملکه گفت با این زن بدن ما را کسی نمیدونست. پدرم از بس که پسر نداشت تمام دایه و تمام خدمتگارا رو همه را نیست نابود کرد، همچه پسر مرا کلان کرده است، هیچ که نمیدونه. اگه تو آگاه شدی و اذن پروردگار بیا که گفت تو را نکاح میکنم، میگیرم، همین دولت سالت هم ای تو پادشاه یا مملکت اعلانت میکنم. گفت ما چه کنم ملکی ترا و پادشاهی ترا؟ بابیم دولتم داده است، در مملکت خودم میرم سکه میکنم، در پیش دوست و دشمنا را میسوزانم. گفت اخی مردی به عقل،
تو پادشاه بشه بعد بخوای مملکتت میری موقع در موکب در کوکب پادشاهی برای برات بهتر نیسته؟ گفت نه لازم نیسته، ولی من کبرم اول دولت سولتی را که بوبین دو دست بگیرم. قیصه کوتاه میویه لبی بحر قبول نمیکنه پیشنهادی همون پادشاه زنه. بعد نهنگ هم بیچاره منتظر ایستاده است، در بالاش سوارش میکنه و در راه رفته است. بعد میپرسش که چی شد؟ بعد این مردی ابله به عقل قیصه پادشاه را میکنه یا برا که گذشته خیلی یک زن التماس کرد و در آخر بعد میگه که بوبیم گفت که همه احمقترین مرد اگر خوردی به همون اصل اوله میشه. این نهنگ اندیشه میکنه آخی من در دریا باشم، این مردم در روی خاک باشن، ایده بی عقلتر اوله که جامیو یک ملک سرزمین پیشنهادش کرده قبول نکرده است، میگیره همون لحظه استعمالش میکنه میگیره و فروش میبره. عقل پیشروی دولت است. کسی که دولت سولتی زیاد داره همه دلالت به اون میکنه که کیفیسینت عقلش بلنده. خب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه از ثروتمندترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. عقل فراستش هم بسیار بلند بود. از این خاطر به شیخین مراجعت کرد، به حضرت علی و حضرت عثمان. گفت ایکما تبرأ من هذا الامر فنجعله الیه. کدام شما گفت از خلافت دست میکشه تا اینکه انتخابی اختیار انتخاب کردن در دستش بتیم. هر کدامت که به اختیار خود از خلافت دست بکشه همه اختیار انتخاب در دستش میتیم، کسی را بخواه انتخاب کنه. هر دو میگه سکوت کردن، هم حضرت عثمان و هم حضرت علی، هر دو فضیلت های بی نهایت زیاد دارن. بعد باز گفت افتجعلونه الیه، آیا گفت مرا انتخاب میکنی نباشه؟ یا مرا انتخاب کنه که من یک نفر شما را به خلافت نامزد اختیار کنم. فالله علی الله آلو ان افضلکم، قسم به خدا گفت، خدا شاهد است که من تمام سعی و کوشش ما به خرج میدهم تا اینکه بهترین شما را انتخاب کنم. قال نعم، گفتن آره بله ما قبول داریم. حضرت اول دستی حضرت علی را در دستش گرفت، گفت لک قرابت من رسول الله صلی الله علیه و سلم والقدم فی الاسلام ما قد علمت. گفت حقیقتا تو خیش تبار نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی، تو قدم در اسلام داری، تو از مسلمانای اول هستی، تو از خدمتگارای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، تو پرچم بردار اسلام هستی، شرف مسلمان ها هستی. فالله علیک لئن امرتک لتعدلن ولئن امرت عثمان لتسمعن ولتطیعن. گفت خدا را شاهد بگی، شاهد بگی، قسم به خدا یاد کن که اگر من تو را امیر تعیین کنم، امیر مسلمانان، با عدل رفتار کنی، عادل باشی. و اگر بالفرض حضرت عثمان اختیار کردم، حضرت عثمان امیر تعیین کردم، تو گوش دهی و اطاعت کنی. حضرت علی سوگند یاد کرد، بعد دست حضرت عثمان گرفت و همه سخلا را به حضرت عثمان رساند. واقعا حضرت عثمان هم خیش نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر ما دامادیش صرف نظر کنیم، حضرت علی یک بار داماد باشه، حضرت عثمان دو بار داماد شدگی ای، دو بار داماد شدگی ای. در ابتدا رقیه دخترش حضرت رسول الله با کابینه نکاحش در آورد. بعدا وقتی که در سال دوم هجرت هنگام واقعه بدر رقیه رضی الله عنها از دنیا گذشت، دختر دومش ام کلثوم به حضرت عثمان بزنی داد. حتی وقتی که ام کلثوم هم از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عثمان دیگر دختری به شوهر ندارم و اینو میداد بود. ذوالنورین حضرت عثمان. از طرف دیگر عثمان هم از طرف پدری و هم از طرف مادری با رسول الله صلی الله علیه و سلم خویش است. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، در عبدمناف یک میشوند. حضرت رسول الله محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف.
ببینید در چهارم پیوند علاقه یجویه می شوند. در چهارم پیوند از جانب مادریش هم، مادری حضرت عثمان هم در چهارم زانوی چهارم بگیم پیوند چهارم علاقه با رسول الله خیش می شود. از طرف دیگر مامه حضرت عثمان، مامه مادریش، مادرش ام حکیم عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ام حکیم یعنی مامه حضرت عثمان و عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر خواهر شقیقه هم از یک پدر یک مادر هم. ببینه چقدر قرابت نزدیکی داره. از این خاطر حضرت عثمان هم گفت که تو قرابت داری به پیامبر، تو قدم در اسلام داری، از مسلمانای دوره اول هستی. حضرت عثمان از همون مسلمانای زمره اول از پنجم یا ششم شخصی است که اسلام آورده است. ولی این رو در ضمن ترجمه حالش بعد را بیان میکنیم. از این خاطر گفت تو قسم یاد کن که اگر من تو را امیر تعیین کردم به عدل رفتار میکنی و اگر بالفرض حضرت علی را امیر تعیین کردم و با او بیعت کردم اطاعت میکنی. حضرت عثمان هم این قسم را به زبان راند. فلما اخذ المیثاق، حضرت عبدالرحمن این میثاق وقت گرفت، قال ارفع یدک یا عثمان، گوه عثمان دست بردار. فبایعه و با حضرت عثمان بیعت کرد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف گفتیم که بسیار زیرک بود، کردان بود. در همون روزها تمام سرورای قبایل عرب همه آمده بودند. همه سردارای قبیله ها، سرلشکرها کی خلیفه مسلمانان می شود گویان آمده و در مدینه می زیستند. با اکثر مردم صحبت کرد، احوال پرسی کرد که شما کی را اختیار دارید، کی را می خواهید که خلیفه تعیین شود. دید که در بینشون قریب که برابری است، اونقدر اختلافی نیست، اونقدر ضدیتی نیست. بعضی کتاب ها متاسفانه خطا گفتند. حتی دیدیم در البدایه و النهایه ابن کثیر، علامه بزرگ ابن کثیر میگه که گویا که غیر از عمار ابن یاسر و مقداد ابن اسود کسی طرفدار حضرت علی نبود. اما این دروغ محض است، زیرا که وقتی مأخذها را میبینیم حتی میبینیم که اکثر طرفدار حضرت علی بودند. اما وقتی که بیعت شد با شرط و قید، حضرت علی دویم شخصی بود که با عثمان بیعت کرد. بعد عبدالرحمن ابن عوف عثمان رضی الله عنه حضرت علی بیعت کرده است. فراموش نکنه برادر عزیز، دویم شخصی که با عثمان بیعت کرده است. این روز این فتنه‌گرای ملعون ببینه چه تهمت‌های میزنن. گویا علی مظلوم بود، گویا خلافت از او به ظلم ستاندن، به ظلم ستاندن بیعت نکرد، هرگز بیعت نمیکرد. حتی سفسطه ها میگن که گویا که علی از جانش میترسید، خوف به جانش میبرد. شیر خدا، شمشیر خدا، کسی که از مسلمانای خیبر نترسید، دروازه آهنی را گرفت، کند ایجاش، دور انداختش، بعد هوشش رفت. از شدت وزنینی او دروازه و از شدت همون قوتی که استفاده برده بود. شخصی که از هیچ کس غیر خدا ذره سری ترس نداشت، گویا که ترسیده باشه از جانش بیعت کرده باشه. این سفسطه ها را یستگونه برادر عزیز. چند گوی مرتضی مظلوم بود، از سیاست راندن محروم بود. چون علی شیری حق است تاج سر، ظلم نتوان کرد با شیر. ای پسر، ای بنامه داری که بگوی مصطفی حضرت مرتضی علی مرتضی مظلوم بود، محروم بود. علی شیری خدا است، پیغمبر شیری خداش گفته است با شیر ظلم کرده می شود. کی با شیر ظلم میکنه؟ روبه ها میتونن که با شیر ظلم کنن. ای پسر تو بینشانی از علی، عین یا و لام دانی از علی. مرتضی را میمکن با خود قیاس، زان که در حق غرق بود آن حق شناس. مفسرا شارحا سببی با عثمان بیعت کردن حضرت عبدالرحمن ابن عوف در چی میدونن؟ در آن که وقتی که پیش حضرت علی اومد گفت یا علی، طبق فرموده خدا و پیغمبر خدا و طبق عمل دو صحابی بزرگ ابوبکر صدیق و عمر فاروق امیری مسلمانان را به عهده میگیری؟
حضرت دیده شد. بسیار امری مخوف است. اون مردم از قیامت میترسن، از حساب و کتاب پیش پروردگار میترسن. گفت واقعا امری مشکل هستین، اما موافق علم و دانش خودم سعی کوشش میکنم. اما وقتی که با عثمان مراجعت کرد، گفت یا عثمان، طبق قرآن احادیث پیامبر و طبق خلافتی که دو خلیفه راشد کردن امیری مسلمانان را به دوش میگیری، پذیرفتی؟ گفت پذیرفتم به یگان شک تردید. وقتی که به شک تردید گفت، حضرت عبدالرحمن ابن عوف با عثمان بیعت کرده است. از همین خاطر حضرت علی هم گیلمن نبود. بعد عبدالرحمن ابن عوف حضرت علی با عثمان بیعت کرد و حضرت عثمان ابن عفان خلیفه سوم مسلمانان اعلام گشت. خب اکنون میگذاریم به بعض فضایل حضرت عثمان و به ترجمه حالش انشاءالله تا به زمان فتنه ها و نهایت جام شهادت نوشیدن حضرت عثمان رضی الله عنه. حضرت عثمان از عشره مبشره است، از کسانی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت زنده بودنش ایشان را بشارت بر جنت داده است. دلیل ها به نهایت زیاد هستند در این موضوع. حتی اگر دلیل های صراحتاش یک سگذاریم، دلیل های دلالتی هم به نهایت زیاد است. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده بود من یحفر بئر رومه فله الجنه. هر کسی که چاه رومه را از برای مسلمانان کسب میکند، بر او جنت واجب میگردد، او داخل جنت میشود. بئر رومه یا چاه رومه شیرین ترین آب مدینه است. در دست یک یهودی ملعون بود، آب به پول به مسلمانان میفروخت. حضرت عثمان هنگام همون تازه و حفریات چاه به همون یهودی مراجعت کرد، گفت بیا من قطعیت شریک بشم، یا حصه سهمیه های همین چاه هم بخرم. پول به نهایت زیاد پیشنهاد کرد. به بعض روایات حتی میگن 30,000 دینار داد است. یهودی رو هم شریکش گرفتش، یعنی که نیمی چاه از حضرت عثمان بود، نیمی دیگرش از یهودی. بعد حضرت عثمان گفت بیا نوبت را تقسیم کنیم، یک روز تو صاحب چاه هستی، یک روز من. قبول کرد. او یهودی هیچ وقت راضی نبود که حقیقی چاه در مسلمان ها بفروشه، اما زیرکی و کاردانی حضرت عثمان رو ببینه. یک روز یهودی صاحب چاه میشد، آب میفروخت، روز دیگر نوبت حضرت عثمان میشد، آب چاه بر رایگان به مردم مسلمان میداد و در همین یک روز مسلمان ها هم خدر آب ذخیره میکردن که بر روز دیگرشون برسه. دیگر هیچ کلا میخرید آب غیر یهودی ها. یهودی دید که احوالش بد میشود، یگان فایده و منفعت ناومده است در دست، خودش اختیارا پیشنهاد کرد، گفت بیا حصه برام بخر، بیا سهمیه های ما رو بگی جا مخلص شود. حضرت عثمان چاه خریداری کرد و در اختیار مسلمان ها تسلیمش کرد. ببینه پیغمبر گفت هر کسی که چاه رومه را در تسلیم مسلمان ها وارد میکند، برای او جنت واجب میگردد و این شخص حضرت عثمان بود. در حدیث های صحیح اومده است، بخاری روایت میکنه، در تعلقات بخاری اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من جهز جیش العسره فله الجنه. هر کسی که لشکر اسره، لشکر مشقت مجهز میکند به اسلحه، به خوراکه، به لباسه، بر او جنت واجب میگردد. حضرت عثمان مجهزش کرد. لشکر اسره لشکر را میگن که هنگام حرب تبوک رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع آوری کرد. چرا اسره گفته می شود؟ زیرا که اولا ماهی به نهایت گرم بود، میانه تابستان بود، به نهایت گرم بود، گرمی طاقت فرسا بود. ثانیاً اکثر مردم، همون شخصایی که با لشکر خیستن و به جنگ خیستن، قدرت امکانیت خریدن افضال جنگی نداشتند، قدرت امکان خریدن شتر یا اسب نداشتند. از این خاطر پیغمبر گفت هر کسی که همین لشکر اسره را کمک میکند، مجهز میسازد، بر او جنت واجب میگردد. در روایت صحیحه اومده است حضرت عثمان آورد به بعض روایات 1000 شتر، 50 اسب
اسب بادپا و 1000 سکه طلا 1000 دینار اومد در دامن پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخت. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت بعد دیگه ان شاء الله عثمان در یگان خطر نیست، یگان خطر بر عثمان تهدید نمیکنه. هیچ وقت شیطان عثمان رو وسوسه کرده و از راه حق منحرف کرده نمیتونه. ان شاء الله عثمان گفت جنتی است، بشارتی به جنت و دستش. شما تصور میکنید این چه عمل؟ اگر در خواب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو ببینیم اینقدر خرسندی میکنیم و شادی میکنیم پیغمبر رو در خواب دیدیم. اگه شما حال مرد را تصور کنید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگیش بیعت کرده است، اونایی که با پیامبر مبایعت کردین و بیعت کردین اونا با خدا بیعت کردند. در قرآن خدای بزرگ گفته است این الذين يبايعونك يبايعون الله يد الله فوق ایدیهم. اون مردایی که با تو بیعت کردن، با پیامبری تو بیعت کردن، با تو عهد پیمان بستن، با خدا به عهد پیمان بستین. ید الله فوق ایدیهم، بالای دست اونا ید خدا است. ید خدا، دست قدرت خدا بالای دست اونا است. خدا اونا را کمک میکنه. تصور کنه که مردی را پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت زنده بودنش بشارت داد که تو جنتی هستی، تو داخل جنت میگردی، مرحمت میوید. راه بکشوی بچو. راستی دیدید که کمک کردن از نظر مالی مسلمانان را چی فایده و چی منفعتی داشته است که حضرت عثمان به خاطر آن که همون سهمیه های چاه خرید، به خاطر آن که لشکری اسرا را مجهز ساخت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم براش بشارت جنت داده است. امروز یک امر بسیار خیر، امر بسیار مهم، سردار دولت ما محترم پرزیدنت پیش گرفته است که به کمک دولت های غیر که هر کمک میکنن قسم به خدا به غرض است، هر کاری که میکنن به غرض است. ما و شما خوب میدونیم با یاری و کمک مسلمانای این دیار، جوان مردای این دیار، ناب راغونه، نیروگاه برقی آبی راغونه که انشالله اکثر مشکلات جامعه و مملکت ما را حل میکند سازند. از این خاطر سهمیه ها را خارج کردیان. الحال جانشین رئیس ناحیه برادرم در مجلس شرکت داره، راستی فامیلش میدونم و نامش نمیدونم. نامتون چی است؟ نازل شاه. برادر نازل شاه شرکت دارد. بلندگویی که در دستش میتیم تا اینکه از اقداماتی که دولت تاجیکستان، حکومت شهر دوشنبه، حکومت ناحیه ما گرفته است، براتو انشاءالله مختصرا یک بیانات دهد و شما را تحریک به این کاری خیر کند. انشاءالله بعد صحبت این برادر اگر وقت اندکیمان با ما تقویه میتیم سخنش، زیرا این عمل جوان مردا است، با تمام مسئولیت میگم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم پدران، برادران محترم. خب دیروز در نزد رئیس شهر مشورت بود و حضرت دوملو اونجا اشتراک داشتند. اولین سخنی که من باید برسونم به همه شما، به همه مردم شریف پایتخت، به ساکنای مخصوصا همین محله قزاقان، رحمت رئیس شهر، تشکر رئیس شهر، یک جهان تشکر گفتن همونا به شما برسونم که در همین کاری خیر، در همین کاری که هم کاری جوان مردا است هم به واسطه یعنی که منفعتی ما و شما است، منفعتی فرزندمون است، منفعتی نصیب باشد در بابیمون نبیروشون هستند. همین رحمت رئیس شهر برسون تشکر شما. مقصد شما همتون مراجعتنامه جناب عالی را که روزی 5 ساعت 19 ساعت 7 بگونی بود همه گوش کردن. مقصد یک چیز است. خب ما خودمون یعنی که اهالی جمهوری تاجیکستان، شهروندای جمهوری تاجیکستان به دست خودمون همین بینایی که یا که همین انشاءاتی که انشاءات عصر نام برده شده است همین به دست خودمون میسازیم و متهمی یا که بگذار دستنگری یگان ملت یا که یگان
جمهوری‌های دیگر وایو نشویم. خیر تا دوملو قید کردن این کاری خیر است. در حقیقت کاری است که منم همچون یک فردی مسلمان من در خودم همچون منطقاً من حس کردم که در حقیقت اینجا یگون فایز یا که سودخوری نبوده است. من همین حس کردم و همین باید کسی قطعی که من صحبت میکنم البته اون کسایی که از من کمتر میدونن، لیکن این کاری این شریعت من باوری دارم که حضرت دوملو همش شما هر روز گفته ایستادن، شما گفته گذشته ایستادن که در حقیقت این یک مزاربه بوده است. این یک چیزی بوده است که یگون خیل مثلا قاعده موقتی قاعده مسلمانان قطعی یا که شریعت قطعی منشدگی نیست، یگون ممنونیت ندارد. این اجازت بوده است، یعنی برعکس ثوابش بسیار بوده است. به همین خاطر خب مراجعت نامه را که همه گوش کردیم، ما همه شما طبق سپارش رئیس شهر که ما هر یک کدام ما را وابسته کردن، مخصوصا مسجد جمعه ده دیروز بگونی دعوت کردن که به خاطر که این روز جمعه است، نماز جمعه میگذارن مردم همه جمع شد، مردم مسلمان برادرای مسلم، به همین خاطر ما را سپارش دادن که به تمام مردم خب هم مینداری حکومت شهر برسونین. مخصوصا قید کردن که جناب یعنی خودشون ایشون سپارش دادن رئیس شهر ده که همین تشکری یا که میندارگی شخصی مرا تمام مردم پایتخت برسون. برای همین ایشوری مینداری رئیس شهر ما شما میرسونم. همه شما خواهش میکنم با سپارش رئیس شهر که این معرکه فقط یک روز 6 نوامبر نبود، این معرکه هر روز دوام دارد در تمام بانک های امانتگذاری جمهوری، از جمله در ناحیه ما 14 عدد همین نقطه هست. تمام اون کسای امانتگذاری، بانک های امانتگذاری، امانت بانک همین کار دوام دارن و خیلی که در تلویزیون اگر امشب اهمیت داده باشین دین هم همین خیلی و همین اقدامات دوام یافت و مردمی کم نبود. نزدیک بانک ها ده همشون همین اقدامات دوام دادستن و سهمیه خریدستن، یعنی مبلغ گذاری کردستن، سرمایه گذاری کردستن و سپارش همین خیلی شد که خیر خب همچون کمک روان کردن این مبلغ لازم نه، این به خاطر همین خودتون و به خاطر فرزنداتون رفته سهمیه بخرید و انشاءالله بعد که یک سال دو سالی که همون ساختمان به انجام رسید، خیلی معلوم است که در یگان دولت دنیا خب یگان یعنی نیروگاه‌های آبی برقی به ضرر کار نمیکند، البته فایده میارد. برای که برای یک محصولات تیار کردن اول اشیاء خام خریدن در کار و اشیاء کارکر کردن در کار، اینجا ما اشیاء خام نمیخریم. خدا را شکر که همین اشیاء خام خودش اومده است هست، همین قدر ما ذخیره‌های آبیمون بسیار است و همین اشیاء همون را گرفته یک چیزی بی پوله ما محصولات استحصال میکنیم و اگر همین گسی روغون یعنی که نیروگاه آبی برقی روغون وای شود ساختمانش به انجام رسد، وقتی که محصولات استحصال شود همون قدر قدرت دارد که علاقه احتیاجات جمهوری توجسونه تمام شهروندان را تمام کارخانه‌ها را قناعت میکند. بغیر این زیاده از 30% محصولات یعنی برقی یعنی که جریان برق زیادی میموند که همه خطای بلند شدت، البته دولت‌های همسایه علاقه بعضیش ساختمان شد بعضیش شیده ایستاده است تا اون وقت تمام میشد و فقط به فروش میرود و این محصولات و این نرخی که در جمهوری ما هست در تمام دنیا ارزانترین قوه برق، در تمام دنیا ارزانترین قوه برق در جمهوری ما است. با این نرخ ما دولت خارجی البته نمیفروشیم، نرخی بلندترین نرخ جهانی قطعی میفروشیم و همون فایده همون نیروگاه میشود، همون فایده نیروگاه کشید وقتی که تمام خراجاتشون برآوردن میموند فایده صاف. باوری دارم هم چی تاجر یا چی کدام کارخانه‌ای که نباشد محصولات استحصال میکند میدوند که درآمد است، خراجات است و از اون میموند فایده صاف و همین فایده صاف چیکار میشود بین تمامی همین سهمیه‌دارا تقسیم میشد، یعنی 51% همین فایده صاف به دولت میرود برای که 51% سهمیه ها از دولت است.
49% мондагӣ ки ба фурӯш меравад дар байни шаҳрвандони танҳо шаҳрвандони тоҷикистон ҳамин 49% фоидаи соф дар байни ҳамин вобаста ба ҳамун чӣ қадаре ки мо сармоягузорӣ кардагем вобаста ҳамун фоизаш ба худи мо мебияд. ва бо як чизи дигара ман таъкид кунам ки мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон яъне қонун вақте ки мо шумо интихоб мекунем вакилони маҷлиси намояндагона ки ҳамагӣ 63 нафаранд қонуна ҳамуно қабул мекунанд баъд пешниҳод мекунанд маҷлиси миллида яъне ки хеле дар телевизор аҳамият дода бошем агар верхная палата меган ҳамун палатаи поёнӣ қабул мекунад палатаи болоида пешниҳод мекунад палатаи болоӣ ҳамин қонуна маъқул шуморад ҷонибдорӣ мекунад ҷонибдорӣ кард пешниҳод мекунанд ба ҷаноби олӣ ва ҷаноби олӣ уна имзо мекунанд имзо ки кардан баъд дар телевизору дар умуман вақте ки нашр кардан дар газетаҳо ҳамин қонун қувваи қонунӣ мегирад ва чунин қонун қабул шудааст ҳамин хел қонун қабул шудааст ки хуб нерӯгои оби барқии Роғун ҳеҷ вақт шахсӣ ёки хусусӣ карда намешавад ҳеҷ гоҳ ҳамин хеле қонун қабул шудагӣ аст бо тарафдории 100% ҳамаи ҳамин вакилон ҳеҷ вақт хусусӣ карда намешавад ҳама вақт давлатӣ мемонад ин маъноро дорад ки ҳамаи маблағҳое ки мо шумо сармоягузорӣ кардастем ва хоҳем кард дар ҳамин харидани саҳмиёҳо насиб бошад ҳамаи ҳамин маблағҳоро яъне ки фоизе ки аз фоидааш мо бояд гардем гирем кафолатша давлат дода истодааст кафолати ина давлат метиҳад то вақте ки вай аст масалан шахси хусусӣ бошад шояд ки камтар мо дар дил мо шубҳа бошад а вақте ки давлатӣ аст давлат кафолатша додестай мо роҳбари давлат президенти мамлакат ки мо шумо ҳар яке мо шумо интихобшон кардем кафолати ҳамин чиза додестанд барои ҳамин ҳамаи шумо дар охир як бор дигар хоҳиш мекардам ки ҳамин маъракаи ҳам сиёсӣ аст ҳам иқтисодӣ аст ҳам иҷтимоӣ аст ҳама манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии сиёсӣ давлат ва аз ҷумла ҳар яки мо шумо манфиатҳомон дар ҳамин ҷа инъикос ёфтаанд ҳамин масъаларо хоҳиш мекунам дастгирӣ кунем бори дигар ба ҳамаи шумо барои диққату барои тоқаттон ташаккур ман боварӣ дорам ки ин муроҷиатномаи ҷаноби олӣ аз тарафи ҳар яки мо шумо дастгирӣ меёбанд ва тамоми кӯшиши хайратонро мекунем ки ҳамин нерӯгои оби барқии Роғун ки соф тоҷикистон аст тоҷикистонӣ аст ёки тоҷикӣ аст ман боварӣ дорам ки ҳамин сохтмонаш ҳар чӣ тезтар ба анҷом мерасад. Ташаккур. раҳмат бахшиш. боракалло. ба бародари азизи исломимон Нозиршоҳ ба хотири маълумотҳои муфиде ки ба мо шумо расонданд ва низ дар кор ва дар касбаш баракот ато мекунем ва аз даргоҳи худованди мутаол масъалати онро дорем ки парвардигор ҳидояту тавфиқи босубота барошон арзонӣ дорад. Амин. воқеан ин амал бисёр амали хайр аст. бародарои азиз, худои бузург дар қуръони азимушан таъкид кардааст: астаъизу биллоҳ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظیم. خدای بزرگ در وضع هیچ ملت دیگرگونی و تغییرات نمی اندازد تا اینکه همون ملت خود را اصلاح نسازند، تا اینکه اون ملت غیور نشود، تا اون ملت جسور نگردد، تا خداگاه نشود. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. اگر دولت خودمان آبادان نکنیم کی میکنه؟ ببینید اصلا همین سهمیه گذاری این طریقه عمل بانک های اسلامی است. اکسیا سهمیه همون بانک هایی که اسلامی نامیده میشوند و معامله با اونو حلال و درست است از نظر شریعت. بانک های اسلامی طریقه سهمیه است که سهمیه میفروشند از بانکی که خواه بانک تجاری باشد خواه بانک مثلا ساختمانی باشد. سهمیه را خرید میکنی
پس تو در کاری همون بانک شرکت میکنی و این میشود شرکت و میشود مضاربه، یعنی از نظر شریعت حلال و درست است. و هر فایده ای که از مثلا کاری همون خواه نیروگاه باشد، خواه کارخانه باشد، سهامی باشد، اگر به دست می آید موافق همون سهم و حصه ای که داری به تو نیز می رسد و حلال است، درست است، از شیر مادر دیده. از این خاطر ببینه این کار و عمل نیک هم قرض حسن است، هم صدقه جاریه است. انشاءالله تا زمان اون نیروگاه موجود است، هر کسی که در ساختمانش کمک رسانده است اجر و ثوابش میگیرد، اگر چنده در بستر خواب هم که باشد، اگر چند از دنیا گذشته و استخوان‌هاش هم که پوسیده باشد. تا زمان نیروگاه وجود دارد، تا زمانی که از او مردم منفعت میبرند، مسلمانان فایده میبرند، انشاءالله اجر ثواب بر روحش میرسد. و از جانب دیگر این یک منفعت است، یک فایده حلال و شرعی است از برای صاحبش، که انشاءالله وقتی که نیروگاه کار کرده، وقتی که همو برق فروخته شد، هم اجر ثواب میگیریم و هم فایده و منفعتی همون پولی گذاشتگی خودمون میگیریم. مضاربه است، شرکت است، حلال است برادرای عزیز. باور کنید با پشیمان میشیم. روز میرسه که همون 49 فایز سهمیه هایی را که از برای اهالی پیشنهاد شده است فروخته میشود، پشیمان میشوی، اما پشیمانی سود ندارد. چرا؟ زیرا میبینی که مردم همه سهام هستند، همه در این کاری خیر شرکت دارند، همه جوان مردانه در وقت مشکلی دولتی خودشون که الحمدلله 98% مسلمان است دستگیری کردیم، بعد پشیمان میشود و شخصی سهمیه نگرفته. واقعا جای افتخار است، میدان افتخار است برادرای عزیز. ما به تمام جهانیان اعلان کرده استیم که الحمدلله ملت اسلامی ما ملت متمرکز است، ملت یکجا است، همبسته است. همه همبستگی خودمون باید کنیم. ببینید یک شرکت خارجی میاد برای ساختمان گسا چقدر ناز و بازار دارن، چقدر طلبات های اجرا نشونده را پیشنهاد میکنن، در امور سیاسی ما دخالت میکنن، حتی در تعیین نمودن شخصات به وظیفه ها را دخالت میکنن. باور کنید. از همین خاطر رهبر دولت اقدام نیک پیش گرفت که با قوه و بازو و با امکاناتی که خودی ما داریم از خارج نه، توسط مردم شریف تاجیکستان همین نیروگاه ساخته شود، از همدیگر می ندار باشیم، از مردم غیر نه، ناز و بازار کسی را نبرداریم. شخصی که در همین حالت با یک پول اندک مزد اندک دولت دستگیری نمیکند، از کجا امید است که اگر به سر این دولت یک مشکلی بیاید، خدای نکرده یک دشمن ناخوانده بالای مملکت حجم بیاره، این مرد سلاح به دست میگیره و از دولت خودش و از مملکت خودش دفاع میکنه، از خانه و در سرزمین خودش دفاع میکنه. باور کنه دیگه باوری نمیمونه. از همین خاطر باید که بی‌پروا نباشیم، لاابال نباشیم. انشاءالله امروز هر صدقات و خیراتی که از برای مسجد جامعه قزاقان کردن ما میریم سهمیش میگیریم. این برای حمد از نزد محراب نزد منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم من وعده میدیم سهمیه میگیریم. این معنی رو نداره که ما پول مسجد نابود میکنیم، نه، انشاءالله اون سهمیه ها کار بتن با همون فایده و منفعتش همش برای مسجد استفاده میشه. و از همت خواهش میکنیم برادر عزیز بی‌پروا نباشه، بی‌پروا نباشه نسبت تقدیر ملت، نسبت تقدیر اسلام بی‌پروا نباشه. خداوند بزرگ در قرآن عظیم شان میفرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. در راه خدا نفقه کنید. هر چیزی که به فایده و منفعت مسلمانان است در راه خدا است. خداوند احتیاج به مال ما نداره، احتیاج به کاری ما نداره. وقتی که دستگیری یک برادر مسلمان کردی تو نفقه را در راه خدا کردی. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون در هلاکت نه اندازه. وقتی که دستگیری نکرده، وقتی دولت و محتاج دستنگر شد، هر قرضی را که از بانک‌های خارجی میکنن البته یک چند طلبات پیشنهاد میکنن، باید فلان کار فلان شود، باید فلان کار فلان شود. تضییق در نوبت اول برای مسلمانان میآید، برای دین اسلام میآید. از این خاطر خداوند میگه با دست خودتون در هلاکت نه اندازه. اگر امروز شما دستگیری دولت اسلامی را نکرده، دستگیری مسلمانان را نکرده، یک روز با کفرها بالای سرتون میآیند، خود را با دست خود در هلاکت انداخته اید.
معنی و شرح توضیح این آیه کریمه همین است. و احسنوا احسان کنید، نیکی کنید، خداوند محسنا را نکوکارا را دوست می‌داره. از همین خاطر انشاءالله اقدام نیک رهبریت جمهوری را ما و شما نیز دستگیری میکنیم. الحمدلله که مسجد جامع قزاقان از مساجد بسیار فعال است. ما بسیار منتدار هستیم از قوممون. شاید در شهر دوشنبه یگانه مسجد باشد که در ساعت 11 ولات خانقاه پر از آدم میشود. شاید به خاطر گوش کردن تبلیغ موعظه میآیند. ببینید ما برای شما قصه ها کردیم، قصه های تاریخی، افسانوی نه، چیزهای تاریخی که وقتی که شخص صالح در حالت مشکل مسلمانان رو دستگیر میکند، دولتی را که الحمدلله اکثریتش مسلمان هستند از رهبری دولت شروع کرده دستگیری میکند، خدای تعالی هرگز کار او را ضایع نمیگذارد. پاداشش از جانب پروردگار البته براش میرسد. دعا میکنیم که پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده. خداوند مساعدت فرما که مردم مسلمان ما دوست از دشمن فرق کرده توانند، سود و فایده را از زیان فرق کرده توانند. پروردگار مساعدت فرما که فعال باشیم، ثابت قدم باشیم، بے پرواگی را اختیار نکنیم. بے پرواگی را که متاسفانه همیشه میبینی دولت های مسلمانی همین سرزمین آخر الامر به شکست مواجه میسازد و کوشش به خرج دهیم تا هر کس موافق قدرت خود، موافق وسع خود، توانایی خود یک سهم در ساختمان این نیروگاه که انشاءالله یک وسیله نجات اقتصادی مردم این سرزمین خواهد بود از خود نشان دهد و پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام دهد. پروردگار برای دولت ما را برای این اقدام نیکی که از خود نشان دادند اظهار کردن، خداوند در کسب و کار زندگیشو برکات عطا کند و پروردگار مساعدتشو فرماید که عمل پیش گرفته را به خوبی به انجام رسانند. پروردگار امید به رحمت تو داریم. خدای خداوند توسط سعی تلاش جوان مردان، توسط دعوت داعیان، توسط قرائت قاریان، توسط غیرت، شجاعت، شهامت جوان مردای مسلمان اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. آمین یا رب العالمین. خونم خواهش میکنیم خفه نشوید زیرا وقت ما بسیار تنگ است. ساعت 1 باید نماز شروع شود. او یک برادر گفته است من میخواهم که خداوند تبارک و تعالی برای بیماران مؤمن و مسلمان یک شفای کامل عطا گرداند و خصوصا برای بابایم که طول 3 روز است در بیمارخانه خواب است. از خداوند طلب دارم که به بابایم یک شفای کامل عطا گرداند. یک دعای دستجمعی برای بابایم، برای تو، بابای تو، برای تمام باباهای مسلمان، برای تمام بیمارایی که امروز در بیمارخانه ها یا در خانه هاشون خواب هستند و امید به رحمت به شفای پروردگار دارند. عاجزانه دعا میکنیم که خداوند از خزانه غیب خویش برایشان شفای کامل عاجل عطا فرما. خب یک برادر میگه خب مدت 12 سال است که مشکلی دارم، از شما خواهش دارم دعای خیر برای دنیا و آخرت هم بکردید. بارک الله. خدا شما رو و جمیع مبلغین و مسلمین و مجاهدین رو در پناهش نگه دارد. آمین. پروردگار مشکلی را که به سر تو آمده است حل گرداند و ای خدای بزرگ امید به رحمت تو داریم. پروردگار رو مسلمانان را صاحب ثروت نعمت گردان تا هرگز محتاج کافران نباشند. همدیگر را دستگیری و کمک کنند. ثروتمندان همیشه دستگیری کم را کنن، زیرا که فلسفه دین بزرگ اسلام همی است. خب یک برادر گفته است که بابا جان با من دعا دهید که 9 سال شده است که من فرزند ندارم، فرزند اهل سالم برام عطا کند. پروردگار به تو برادری عزیز و به تمام برادرایی که احتیاج به فرزند دارن، به فرزند هستند، فرزندای صالح نور چشم، خدمتگار اهل جامعه، خدمتگار اسلام عطا فرماید. خب یک برادر گفته است خانه فروشی دوست است، گفته است از شما خواهش دارم که یک دعای دست جمعی اوید فروش خانه هم کنید. مینت دارم و سهم خود رو برای این مسجد میگذارم. خداوند مساعدت فرماید که خانه تا به همون قیمتی که برات لازم است به شرط ظالمانه نباشه، بالای خریدارا جور نکنی. پروردگار مساعدت فرماید که خانه را بفروشی و پروردگار در کسب و کارت برکت عطا کند. خوب یک برادر گفته است که من یک مخلص دائمی شما از ناحیه طویل دره حال دانشجوی کورس دوم دانشگاه ملی تاجیکستان هستم. میگویم که سهمیه صدقه جاریه می شود، درست است یا نه؟
بله درست است برادر عزیز، حاضر من به همین سوال جواب گفتم. خب بعد گفت است دعا کنید که با سری بلند امتحانام از سپارم.